La cuccia bone va du ciumo dona dornan rolan tokhan to dula khasana hodona dornan dil wakha wakha janam tuti zakhanani hodona dornan shne tasru khakhan hodona dornan sheta shabu dornan dornan sheta shabu dornan ware مقاله‌ای داشتم میخوندم میگفت که حدود 120 میلیارد آدم تا الان روی کره زمین زندگی کردن که الان 8 میلیاردش فقط زنده است که ما حساب میشیم، یعنی حدود 112 میلیارد آدم تا الان اومدن روی زمین زندگی کردن و دیگه الان نیستن. یعنی 112 میلیارد قلب دیگه نمیتپه، 112 میلیارد مغز دیگه کار نمیکنن. وقتی این حرف رو شنیدم فقط یه لحظه کاری که میخوام تو هم انجام بدی دستم رو گذاشتم رو قلبم و گفتم من جز اون افرادی هستم که هنوز قلبش داره میتپه، یعنی هنوز زنده است. و بعد وقتی به این عدد 112 میلیاردی که رفتن فکر کردم گفتم خب منم قراره چند سال دیگه نباشم، من و تو هم قراره که یک تعداد سال دیگه ای باز اینجا باشیم و بعد دیگه عین اونا بشیم جز کسایی که دیگه نیستن. پس شاید اونقدرها که ما زندگی رو سخت گرفتیم، زندگی چیز پیچیده و سختی نیست. زندگی تمامیتش همینه و درسته یک سری چالش ها داره، یک سری بالا پایینی ها داره، اما وقتی بهش نگاه میکنی به این قدمت تاریخی که جهان وجود داره و اون تایم کوچیکی که ما هستیم، میبینیم که ما دقیقاً عین یک مسافریم، میایم اینجا یه سری چیزا رو تجربه میکنیم، سختی ها، خوبی ها، بدی ها، و بعد تموم میشه، خیلی زود تموم میشه، خیلی زودتر از اون چیزی که تصورش رو بکنیم. پس شاید نیاز است انقدر رنج بیهوده برای خودمون بسازیم، فقط کافیه درک درستی از اینکه این سفر چقدر کوتاه داشته باشیم و بعد از تک تک لحظاتمون، همین لحظه‌ای که الان توشیم، یک خورده بهتر استفاده کنیم و یکم بیشتر لذت ببریم.